Hey guys, how are you today? Salam bachahon. Today we are going to learn about the present simple. امروز ما درباره زمان حاضر می‌آموزیم، یعنی the verbs in present simple. Okay? یعنی فعل‌ها در زمان حاضر چی خیلی استفاده می‌شوند. So let's see. Here we go. The first one. نگاه کنید. یک چند فعل‌هایی که من در اینجا چیکار کردم آوردم. مثل go یعنی رفتن، eat خوردن، like دوست داشتن، cry گریه کردن، play بازی کردن. Okay? And let's see. We have over here I, you, we, they. یعنی من، تو یا اینکه شما، ما، آنها. So how we use them? Let's see. So ما چی خیلی در زمان حاضر فعل‌ها را می‌سازیم. نگاه کنید. جمله‌نشین ها yes. بعد از همین ها ما چیکار می‌کنیم؟ همین فعل‌ها را می‌گذاریم. چی خیلی هست همین فعل. So there is no any change. یعنی هیچ چیز چی عوض نمی‌شه. مثال میگیم اگر بخوایم بگیم که چی من میروم I go to school. Yes? یعنی من به مکتب میروم. دیگرش You eat a sandwich. یعنی شما چی ساندویچ میخورید. Okay? یا اینکه دیگرش like We like pizza. Cry چی گریه کردن. So they cry every day. یعنی آنها چی کار میکنن؟ هر روز گریه میکنن. Okay? They play chess well. یعنی آنها شахمت را خوب بازی میکنن. Okay? همه همینها چی؟ همینها را میتونیم با همینها استفاده کنیم. So present simple. یعنی present simple چی است؟ Present simple زمانی حاضر. Okay? So present simple is an action that happens every day. That repeatedly happens in our life. Okay? یعنی زمانی حاضر چرا میفهمونم؟ زمانی حاضر هر کاری که ما چیکار میکنیم؟ ما عادتاً کرده میستیم یا اینکه هر کاری که ما هر روز میکنیم yes هر کاری که چی در حیات ما پفتار میشه یعنی تکرارا شدن میگیره اما ما رو چی میگیم ما present simple زمانی حاضر یعنی در زبان انگلیسی انامین در زمانی حاضر چی میشه داخل میشه اوکی اگر شما بخواید اینا رو در چی در این کاری استفاده برای اینکه همین کار من نمیکنم اوکی یا اینکه ما نمیکنیم yes so that's not difficult. این نه قدر دشوار است. برای چی؟ برای اون که همین چی خیلی هست همین میسته. فقط برای ما چی لازم است؟ برای ما لازم است we need do not. یعنی بعد از همین ها برای ما چی لازم است؟ do not. یا اینکه در شکل کوتاه ما میتونیم استفاده بریم چی؟ don't do not یا اینکه don't have دیگه یک چی است؟ do not. The long form, don't short form. شکل دراز، شکل کوتاه. Okay? See, I don't go to school. من به مکتب نمیروم. Okay? یا اینکه they don't cry every day. آنها هر روز گریه نمیکنند. Okay? یا اینکه we don't like pizza. ما پیتزا رو دوست نمیداریم. یا اینکه چی؟ So I don't play chess well. یعنی من شахمت رو اونقدر خوب بازی کردن نمیتونم. Okay? یعنی اونقدر خوب بازی نمیکنم. Yes? And if we go to question اگر ما با سوالی گذاریم همین حاله که چی این کار بود ما اگر خواهیم که سوال کنیم برای ما چی لازم است نگاه کنیم ما فقط چی میکنیم نوت رو از اینجا بگیریم yes و دو رو چیکار میکنیم پیش میگذاریم میشد سوال so do you go to school یعنی من پرسیده استم که تو به مکتب میروی یا اینکه شما به مکتب میروید یا اینکه دیگرش do they play chess well آنها چس رو خوب بازی میکنن okay یا اینکه دیگرش so do you eat sandwich یعنی شما ساندویچ میخورید یا اینکه دیگرش so do I cry every day من درباره خودم از شما پرسیده استم که من هر روز گریه میکنم yes یعنی من از شما پرسیده استم که من هر روز گریه میکنم okay so this is about question and negative form of present simple the verbs یعنی یک چند فعل‌هایی که ما در اینجا چیکار کردیم آوردیم در زمان حاضر yes like ما همین طبقی که گفتیم همه دیگر با خودمون فعل‌هایی که شما میخواهید که چی کنید در زمان حال در زمان حاضر استفاده برید با مانند همین چیکار میکنید استفاده میبرید
Okay, so let's see the remaining. یعنی دوامش با دیگر شخص ها چی میشه و توضیح آن رو من شما میفهمم. Look it up. The third person. یعنی شخص های سوم چقدر استفاده میشن؟ در شخص سوم نگاه کنید. یعنی he, she یا اینکه it. شما میتونید در جای he, she استفاده کنید. My brother یا اینکه my sister, my mother, my father, my friend, my dog, my book و غیره. اوکی؟ در جای همین ها میتونید استفاده کنید. اگر وقتی که در جمله شما شخص سومی تنها شید حتما برای ملازم است چی استفاده کنید؟ es, ies و پسان s. اوکی؟ و ما نگاه کنید چی؟ es رو کی میگذاریم؟ همین در آخر فعل ما فقط چیکار میکنیم؟ فعل ها را حرف آخرش نگاه میکنیم. The last word of the verbs. Okay, so we need to look. فقط حرف آخری فعل ها را نگاه کنیم که با کدام حرف تمام میشه. اگر در آخری حرف ها باشد چی؟ اخیرا دو تا s یا اینکه sh یا اینکه ch x یا اینکه o پس ما چیکار میکنیم؟ در آخرش میگذاریم چی؟ es. برای شخص سوم در استفاده بودن فعل ها کمی دیگرگون میشه. اگر o باشد پس ما چی میگذاریم گفتیم؟ es. مثال he goes to school. یعنی او با مکتب می رود. یا اینکه he eats. Yes? اگر که همین ها نباشد در دوام فقط چی میکنیم؟ همش در چی؟ فقط اس میگذاریم خلاص. Okay? So he eats a sandwich. یا اینکه چی؟ he likes pizza. یا اینکه she cries. ما گفتیم اگر که در اتون حرف وای باشد پیش از حرف وای همصدا باشد پس اون چیکار میکنیم؟ حرف وای رو دیگر رو نوشته نمیکنیم. حرف وای رو ما چیکار میکنیم؟ توضیح میکنیم. در جای حرف I ما چی میگذاریم؟ I, E, S. Okay? مثال she cries every day. وای هر روز چیکار میکنن؟ گریه میکنن. یا اینکه so he plays. چی میکنیم؟ فقط اسم میگذاریم. برای چی؟ برای اینکه حرف وای پیش از حرف وای صدانو پس همصدا نیست. اگر همصدا باشد در آن ما شما چیکار میکنیم؟ I, S. اگر صدانو باشد پس اون فقط اسم میگذاریم خلاص. Okay? So he plays chess well. Okay? این چی بود؟ این خبری طرز استفاده بودن که سوم شخص کن. Okay? اگر ما وقتی که اینا را چی کنیم؟ انکار کنیم برای انکار کردن چی لازم است؟ نگاه کنیم. برای انکاری کردن برای ما لازم است استفاده بریم بعد از he, she, it فقط چی؟ استفاده بریم does not. Okay? نگاه کنیم. He does not آنه دوامش. پس اون از دوامش میفهمیم. does not در شکل کوتاه چی میشه؟ در شکل کوتاه میشه doesn't. دیدن؟ So he doesn't یا اینکه he does not هر دویش یک چی است. long form, short form. Remember در شکل درست شکل کوتاه. Okay? وقتی که شما جمله ها در سوم شخص انکار میکنید همش چی میشه؟ یکی میشه. برای ما الان دیگر چی؟ این قاعده لازم نمیشه. Doesn't go to school. یا اینکه she doesn't eat a sandwich. یا اینکه he does not like pizza. یا اینکه he doesn't cry every day. یا اینکه so he doesn't play chess well. دیدن؟ یکان تا اینا با ما لازم نیست. برای فقط خبری لازم است خلاص. اگر جمله های ما چه شد؟ انکار شد. یا اینکه ما میخوایم که سوال کنیم. برای سوال کردن نگاه کنیم. برای سوال کردن همچنین ما چیکار میکنیم؟ نوت رو از اینجا میگیریم. اوکی؟ و داز رو چیکار میکنیم؟ پیش از اینها شخص ها بگذاریم میشود چی؟ میشود سوالی. اوکی؟ داز رو چیکار میکنیم؟ از اینجا میگیریم. برای که در پیش گذاشتیم کو. Yes? مثال does he go to school? او با مکتب میرود. یا اینکه چی؟ does she eat a sandwich? او ساندویچ میخورد. یا اینکه does he cry every day? او هر روز گریه میکند. یا اینکه does he play chess well? او chess یعنی شахمات خوب بازی میکند. Thank you for watching and that's it for today. And don't forget to like and subscribe. Okay? See you next class. Goodbye.